وسط این شهر زنده اتفاقی افتاده که کمتر کسی دیده. جوانایی که وسط میدون شهرداری آسمون رو لمس میکنن. پیرمردی که انگار کتابچه شهر رو از حفظه. پرواز کبوترها، یه بچه بور کوچولو که همه نگاه ها دنبالش میچرخه و جایی که هنر و بازار با هم یکی میشن. میدونی اینجا چه خبره؟ میخوای با من بیای تا لایه های پنهون رشت رو ببینی؟ پس نفس بکش، چشما رو باز کن تا آخر کنار من بمون. از قلب رشت وسط میدون شهرداری هوا پر از هیجان و نفسای تند شده. پسرای جوان با بدنهای ورزیده و حرکات خیره کننده کلیستنیکس انگار صحنه یه فیلم زندن. مرسی. جمعیت حلقه زده دورشون، گوشیا بالا، نگاهاشون میدرخشه. هر حرکتشون مثل یه موجی از انرژی شهر رو بیدار میکنه. اگه این صحنه ها مثل من دلتو لرزون، همین الان انگشتتو بکش رو اون دکمه لایک. هرچی بیشتر عشق بدید منم بیشتر از این شهر دیوونه براتون میسازم. خب کم کم میخوایم بریم سراغ یه پیرمرد دوست داشتنی که میگه شماره تموم آژانس‌های شهر رشت رو حفظه. میخواد اسم و شماره ها رو مثل یه شعر برامون بخونه. یه لحظه ناب منتظرمونه، ترکیب خاطره و زندگی امروز. آماده ای؟ آقا جان این جانب یعقوب ثابت کدومالده از سال 1365 شما آژانس های قدیم رشت می باشم. اولین آژانس رشت در استان گیلان تک تلفنی شاهین گلزار با شما 297 شاهین پارک مطهر سبیرود مبرهم سبا بلوار هما فلسطین ایمان منزلی سیمرغ آریا تخت جمشید کاروان سدوده اینا از سال 55 تا سال 63 از سال 68 که اتحادیه تشکیل بود تک تلفنی پیام آقای حسن محمدپور با شما تلفن 462 با تلفنچی آقای فرهاد بینش پیام آریا پرواز کاکتوس سعدی میر امیر ایلان سرات آسمان شاهد کاروان گلزار فرهنگ سبا لاکانی 22 کسرا یاران مسعود تفتی رضا میران بلوار حافظ سامان پرتیس امین شعب ابن رئیس اتحادیه آقای حسن محمدپور آژانس پیام دومین رئیس اتحادیه آقای محسن دفتری آژانس پرواز 25323 سومین رئیس اتحادیه آژانس آقای زندیات احمد زرمخی حسن محمدپور مامون نجاب زاده محسن دفتری با تک تلفنی ناخدا حسین ریحانی سرهنگ بازنشسته 83320 روبروی گلزار شهادت جمع مسجد آقا پیربازی تلفنچی آژانس قدیم در استان گیلان آقای فرهاد بینش 462 خیابان فلسطین
پلاک شماره پلاک. این آژانس هایی که گفتی رو شمارهشون هم حفظی؟ قدیما نه. مثلا تاکسی تلفنی بجام. آژانس سامان شمارهش چنده؟ 332 22 آقای علیرضا پلا. آژانس حافظ 333 یاسر 534 یوسفی درسته. شمارهش 9 رقم گفتی، 8 رقم باید باشه. 32 11 55 34. آره. آژانس جام جم اونو نمیدونم. مال آقای جعفری گلرخ صدا و سیما. آره ماشاءالله دمت گرم. حالا دوربین میچرخه به ابتدای پیاده راه، جلوی فرهنگسرای خاتم الانبیا، پاتوق کبوترا. دونه ها پاشیده میشن، بال ها باز میشن، یه بچه میخنده، عکاس ها در کمینن. خانمای شیک با لباسهای تابستونیشون ژست میگیرن، نور روی پوستشون میرقصه. حالا نوبت توه. بگو کدوم بخش رشت برات داغ‌تر و دیدنی تر بود؟ ورزشکارای وسط میدون؟ پرواز کبوترا؟ یا بازار رنگی رنگی؟ زیر همین ویدیو برام بنویس. دوست دارم از نگاه شما این شهر رو ببینم. یه بچه با موهای بور و تیشرت صورتی سوژه داغ لنز هاست. هر فریم یه قصه است از زندگی تابستونی رشت. قدم گذاشتم به گالری مارلیک توی فرهنگسرای خاتم الانبیا. اینجا هوای هنر تنفس میشه. نمایشگاه گروهی عکس سراب. جوونای عکاس رشتی کنار هم. قاب‌هاشون تکه‌ای از رویا و واقعیت. نور و رنگ توی هم میلغزن. عکس‌ها حرف میزنن. اینجا رشت آروم و عمیق نفس میکشه.
و آخرین ایستگاه بازار محلی رشت، جایی که رنگ‌ها و بوها همدیگر رو توی آغوش گرفتن. میوه‌های تازه فصلی، سبزیجات خوشرنگ، شیرینی‌های محلی، ماهی‌های تازه. هر قدم یک کشف تازه است، هر نگاه یه حس نو. تو بیشید بیرون ها. عاطله کن باطله کن. عسلیه 1 کیلو 100. بخور شیرین بود بعدم ببر. 100 1 کیلو. دیگر بریم. آقا بنام جدایی هست. Kilet. لیمو شیراز غیبیه، اصل شیراز لیمو محلی. با اینجا اونو بگو رافعه گردن درازی میکنم. گردن درازی میکنم. جای چنده؟ اینجا رشته، زنده، رنگارنگ، بی پایان. و من با شما قصه این شهر رو با لنزم لمس کردم.